سلام بچه‌ها، خوش اومدید به چنل ما. چنل تایید به زبان دو. بچه‌ها یه چالش عالی داریم، چالش چیپس سمی. یه سری آتاشقال قرار بریزیم روش ببینیم به کی میرسه. سس کچاپ وحشتناک تند، یعنی من وقتی میخورم آتیش دهنم در تو ببین من چی آوردم. شکر. سس من شکر بریزم. روی چیپس. سس تند پرش کنم. اوکی من شکرمو بزنم. شکر خیلی بد میشه. کم بریز. به من که نمیافته. فاطمه بخورم. بزن فلفل من بریزم. من میخواستم شکر و سس و چیپس و فلفل و یعنی ببین افتضاح میشه. بیا. بسه. اینو من نمیخورم. او خیلی تنده. خب بریم بندازیم تاس. حسین بعد این ما برو. سالم نمیشیم. برو سری برو. 1 2 من 3 بزنم؟ اول تو بزن. خب 5 تا بخور. 5 5 تا سری خب 5 بخور. من بزنم. نه یه دونه. پنج تا. 1 2 3 4 5 همه چیپس ها خورد. یا خدا برا من سخت شد. 3 4 5 مینا چطور بخور؟ بخوریم. 5 نداریم. 5 بخور 5 تا نداریم. باید 5 میاد. 1 نمیزنم من نمیزنم بزن بخور نمیخوام. نه نداریم بزن. چی بزن. چنده؟ بخورش برش تا. من چیپس دارم عزیزم این چیپس باید بخوری حمایه حسن نمیخوام باز- چشم من برمیزه برو حسین اومد با ماشینش دو صدا قطاره. بخور یلا دیگه بچه ها ببینین کی جرزنه. جرزنی دیگه باید بخوری. باز کن دهنتو. بابا شکر داره باز کن خودت ریختی. یلا بخور نوش جونه. بچه ها سابسکرایب کنید، کلیپ رو لایک کنید. چالش ها بعدی اگه خواستین ببینید فاطمه باز از اینا بخوره. بچه ها لایک کنید کلیپ رو. خداحافظ. بوس بپس بچه ها.